این بازار یه فرصته. من فرق دارم. من از بقیه بهترم. واقعیتش تو تنها کسی نیستی که این جمله رو گفته. بیشتر تریدرها قبل از لیکوید شدنشون همین حس رو دارن و به همین مسائل فکر میکنن. ولی چرا بیشترشون نمیتونن دووم بیارن؟ سلام، به فکت تو ترید خوش اومدی. اینجا من همیشه سعی میکنم یه خورده پشت پرده بازار رو برات واضح تر کنم. داده های آنچین آپدیت بذارم، یه سری نکات روانشناسی که بتونی یه دیدگاه درست و مناسب واسه خودت تو این بازار بسازی. تو این بازار تحلیل کافی نیست، منظورم تکنیکاله. ذهنیت قوی هم میخواد. طبیعتاً تو بازار واقعی کسی نمیاد بهت بگه که آفرین باریکلا تحلیل درسته بیا اینم پاداشت. بازار با مشت میاد سراغت. اینو همه تریدرها تجربهش کردن. پوزیشن میزنی، تارگت هم میشه، اما قبلش استاپ تو رو زده. یعنی اول استاپ تو رو میزنه، بعد میره تارگت میشه. چرا؟ خب من دقیقاً اینجام که بهت بگم چرا. اینجا همونجاست که روانشناسی ترید میاد وسط و بهت میگه که همه چیز تکنیکال نیست. باید یه سری مسائل دیگر رو هم رعایت کنی. صرفاً تکنیکال کافی نیست. باید روانشناسی بلد باشی و بدونی که این مارکت چجوریه بازیش. یه سری سوال دیگه. چرا اون یکی تریدره بعد از 5-6 تا استاپ هنوز اوکیه و داره معاملاتش رو ادامه میده، اما تو بعد 1-2 تا استاپ دور خونه راه میری و به زمین و زمان فوش میدی؟ تا حالا اینو از خودت پرسیدی؟ چرا وقتی بازار داره میره بالا فکر میکنی جا موندی، میخوای سریع بپری داخل و دقیقاً از اون نقطه‌ای که میخری بازار برمیگرده پایین و بعداً میای میفروشیش؟ یا مثلا یه چیزی رو روی نواحی خریدی و یه مقدار تو همون نواحی مونده و تو موقعی که میفروشیش میره بالا. یا مثلا مجدد میتونم بگم که یه چیزی یا یه قیمتی میخری، یه خورده میره تو ضرر، تو سریعا میری میفروشیش. دقت کردی؟ اینا همش برات اتفاق افتاده مسلما. چرا همیشه تصمیم میگیری که دیگه از فردا اصولی ترید میکنم، ولی همیشه هم میشه پس فردا؟ هیچ وقت با اون فردا نمیرسه، همیشه میشه پس فردا. جواب یه چیزه، چون تو هنوز ذهنتو برای بازار تربیت نکردی. یه جمله از یه شخصیت معروف هست که حالا اسمشو نمیتونیم بگیم، یوتیوب گیر میده. ازش میپرسن که تو چجوری نبردهاتو پیروز میشی؟ میگه که من اول یاد گرفتم ببازم. امیدوارم این جمله رو خیلی خوب یادت بمونه. آدم تا یاد نگیره ببازه برنده نمیشه. این قانون بازیه. این یه قانون و یه اصله واسه کل زندگی. و تو تریدم دقیقاً همینطوره. تا یاد نگیری چجوری استاپ بخوری، یعنی کجاها میارزه که استاپ بخوری، هیچ وقت نمیتونی تارگت بخوری. پس اصلا اصلش اینه که یاد بگیری چجوری استاپ بخوری. اکثر تریدرها نمیبرن چون یاد نگرفتن ببازن، یاد نگرفتن چجوری ببازن. فکر میکنن اگه استاپ بخورن، اگه ببازن یعنی اشتباه کردن، ولی حقیقت اینه. تو ممکنه تصمیم درست بگیری ولی بازم ضرر کنی. این جمله رو یه کاری کن بره تو ناخودآگاهت، نمیدونم بزن رو دیوار اتاقت، یه جوری که هر روز ببینیش و تکرار بشه واسط. ضرر کردنم جزئی از بازیه. من تصمیم درست رو گرفتم ولی باز استاپ خوردم. من تصمیم درست رو گرفتم، گاهی منجر به استاپ میشه، گاهی هم منجر به تارگت میشه. این که یه اتفاق اشتباهی افتاده دیگه گردن من نیست، چون من تمام سعیمو کردم که تصمیم درست بگیرم و تصمیم درست رو هم گرفتم. حالا اگه ضرر شده دیگه،
پس چی شد؟ تو میتونی تصمیم درست بگیری و باز هم ضرر کنی. من قراره هر هفته بیام و راجع به همین مسائل باهات صحبت کنم، نه صرفاً اعداد. میخوام پشت تکنیکالو برات بگم، لابلای اون کندلا رو میخوام برات توضیح بدم. میخوام یه خورده پشت پرده‌شو هم برات بگم. از روانشناسی ترید و فکت‌هاش تا دیتاهای آنچین و چیزایی که کسای دیگه برات شاید توضیحشون ندن. هدفم هم فقط اینه که یه ذهنیت درست‌تر پیدا کنی. بدونی اگه ضرر کردی اشکالی نداره و اینکه کمکت کنم چجوری دنبال جبرانش باشی. یه برایند مثبت درست کنی، نه یه تعداد ترید مثبت یا منفی که همیشه هم عدداش سر به سر باشن. میخوام از این لوپه در بیای، با واقعیت بازار آشنا بشی. اگه دنبال داستانای تخیلی و اینکه امروز بخرید فردا بفروشید و این ارز و این ساعت بخرید 1000% پامپ میشه و از این موارد هستی، حقیقتا من از این کارا نمیکنم و اصلا هم از این اخلاقا ندارم. من میخوام یه شرایط بهتری واسه یه کامیونیتی ترید کشورمون داشته باشیم. میخوام یه ذهنیت درست رو با هم دیگه بسازیم و تمرینش کنیم. اگه میخوای بالاخره یه بار برای همیشه با یه دیدگاه واقعی بیای و شروع کنی، خب اینجا جای مناسبیه. میتونیم به مرور زمان اون ذهنیت درست رو داشته باشیم. بمون پیشم که با هم دیگه بریم جلو. لایک و سابسکرایب هم اگر حس کردی چیزی بهت اضافه شده بزن. اگه نمیخوام الکی باشه، واقعا اگه حس کردی چیزی بهت اضافه شده دوست دارم که همراهم بمونی و بریم جلو. قول میدم پروسه خوبی رو داشته باشی. نمیخوام بهت رویا فروشی کنم، ولی خب سعی میکنم توی مدت زمان به نسبت کوتاه. خلاصه که من هر روز اینجام واسه تریدرهایی که میخوان موندگار باشن. تو ویدیوی بعدی میبینمت. بدرود.